شاید باورت نشه که این دسر رو فقط با خمیر هزارلا و سیب میتونی درست کنی. خمیر هزارلا رو پهن کن، یه دور وردنه بکش روش تا کاملا صاف و یک دست بشه. بعد یه مستطیل ازش جدا کن. مستطیل رو به هر چند قسمت که دوست داری میتونی تقسیم کنی. سیبا رو قشنگ بشور و بعد قسمت هسته رو جدا کن و نصف کن و بعدم رندش کن به همین راحتی. بعد بهش مواد داخل کپشن رو اضافه کن که شکر و دارچین هستش و کاملا با هم مخلوط کن. به این ترکیب باید برسی. این ترکیب رو پخش کن روی خمیر و بعد به کمک یه سیخ چوبی یا یه وردن نازک خمیر رو رول کن به این شکل که توی فیلم میبینی. بعد این رول رو بذار روی کاغذ روغنی یا روی سینه فر و با قیچی به این صورت برش بده و برش رو کم کم از هم جدا کن. روش هم رومال بزن و بعد بذار توی فر. یه همچین شیرینی فوق‌العاده عالی و رژیمی تحویل میگیری.